به جای اینا، از اینا، ایشون و ایشون، از اینا درست کنید خونه پر از مغزیجات، سالم، خوشمزه. بریم درستش کنیم. جو دو سر رو آسیاب میکنه، میریزیم داخل ظرف. یه ذره پودر کاکائو، بیکینگ پودر، عسل، شیر، هم میزنیم خوب هم خورد. یه تخم مرغ اضافه میکنیم، دوباره هم میزنیم. کف ظرفمون رو یه مقدار کم چرب میکنیم، مواد رو میریزیم داخلش. روی اینا گردو و یه ذره شکلات اضافه میکنیم. بعد میریم 2 تا سیب رو پوره میکنیم با مواد قبلی بدون تخم مرغ قاطی میکنیم. تو کپشن حالا بیشتر توضیح دادم. قاطی میکنیم و تمام میذاریم داخل فر که تایمش هم توی کپشن توضیح دادم. من خودم واقعا خوشم اومد، یعنی الانی که چند ساعت گذشته و دارم وایس این ویدیو رو میگیرم دوباره یه ست دیگه خوردمش، واقعا خوشمزه شده بود. اگه همچین وعده هایی میخوای که جایگزین تنقلات بیرون کنی، منو فالو کن.